سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. خیلی 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 خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. اولش بگم یک میزانی اعتماد به نفسم از دست دادم و استرس دارم به خاطر اینکه جناب دکتر شادی طلب اینجا حضور دارم. من شاگرد اختیار داریم. من البته باعث افتخار بنده است و واقعا خوشحالم از اینکه شما رو تو اینجا دیدم. اول لازم میدونم از مؤسسه رحمان تشکر کنم. من قبلا قرار بود که این پروژه رو توی انجمن جامعه شناسی تو گروه مطالعات زنان ارائه بدم، اما انجمن جامعه شناسی البته به واسطه دانشگاه این سخنرانی رو لغو کرد. از مؤسسه رحمان واقعا متشکرم به دو دلیل. یکی این که پرداختن به مسئله زنان خب یک میزانی جسارت میخواد و این مؤسسه رحمان نه تنها این جسارت رو دارن که بپردازن که توجه ویژه کردن بهش، و از طرفی هم واقعا ممنونم از اینکه به من این فرصت رو دادن که این پروژه رو اینجا در واقع این ارائه رو اینجا داشته باشم. فکر کنم بروشور تهیه کردن دوستان برای که خلاصه این چکیده این تحقیق رو توش داریم. اونجا من یه عنوانی برای من در نظر گرفته شده، یعنی من در معرفی من اومده به عنوان روزنامه‌نگار مجله زنان امروز. خب امروز مجله زنان توقیف شد و من دیگه روزنامه‌نگار مجله زنان نیستم. خواستم این رو اصلاح بکنم. البته امیدوارم که هیئت نظارت تصویبات یعنی مصوبات جدید داشته باشن اون اتفاق، یعنی این مشکل رفع بشه، ولی فعلا مجله زنان توقیف شده. اگر بخوام در مورد یعنی پروژه خودم رو شروع بکنم، ارائه خودم شروع بکنم، عنوان کارم هست زنان و تجربه های مدیریتی. در واقع ممکنه که خب خیلی شنیده باشیم در مورد مدیریت زنان یا اون چیزی که این روزا خیلی باب شده توی این 2 سال اخیر ما زیاد شنیدیم در موردش. در واقع این کار برگرفته از تجربه شخصی خود من بود به عنوان مدیر توی واحد صنعتی که هنوزم البته هستم تو سمت. خب این من سالهاست تو حوزه زنان کار میکنم و اشتغال زنان یکی از مسائلی بود که همه رو محل توجه من بود، اما و ما همیشه توی تئوری های مختلف توی کتاب های مختلف میخوندیم که زنان توی عرصه مدیریت پیشرفت نمیکنن به دلایلی که یه سری از این دلایل ساختاریه، یه سری از این دلایل خانوادگیه، یه سری از این عوامل فردیه. تجربه من اندکی متفاوت بود، یا اینکه این تحقیقات جواب درستی به این تجربه من نمیداد. من توی سازمانی که کار میکنم خب یه ساختار صنعتی داره و سازمان به نسبت منعطف‌تریه به لحاظ جنسیتی، اما من مدیر موفقی نبودم، یا هنوز بهتر بگم من مدیر موفقی نیستم. و این سوال، علامت سوال برای من بود که چرا اینطور هست، یا چرا ما این همه در مورد مدیریت زنان یا زنان مدیر حرف میزنیم و تعدادشون اینقدر کم هست. آمارها نشون میدن که این تعداد خیلی کمه. اصلا به طور کلی تو حوزه اشتغال آمارها چیزای غم انگیزی بودن، یعنی واقعا غم انگیز، به خاطر اینکه نرخ اشتغال زنان توی از سال 85 تا سال 90 از 16.4% تو سال 85 به 12.6% رسیده. تو زمینه مدیریت آمارهای سال 92 میگن که فقط 2.5% از زنای تو عرصه‌های مدیریتی تصمیم گیری زنها هست حضور دارن و هر چقدر که بالاتر میریم تو سطوح مدیریتی تعداد زنها کاهش پیدا میکنه و 1.4% مدیر کل و معاونای دستگاهی زنها هستن و از این میزان 64%شون توی سازمان‌های دولتی حضور دارن و 25.1%شون تو بخش خصوصی کار میکنن. در واقع شرایط توی بخش عمومی برای زنها امکان فرار رفتن توی چارت سازمانی رو بیشتر فراهم کرده. درباره این دلیل کم بودن حضور زنان توی عرصه مدیریت حرف زیاد شده
یکی از مهمترین مفاهیمی که یعنی مفهوم سازی کردن در مورد و خیلی هم احتمالا شما هم شنیدین سقف شیشه‌ایه. تو دهه 70 تو آمریکا این مفهوم خیلی باب شد و در واقع سقف شیشه‌ای رو مجموعه‌ای از عواملی که نه لزوماً عوامل قانونی، در واقع مجموعه‌ای از عواملی که دیده نمیشن، رعایت نمیشن، اما وجود دارن و مانع زن‌ها هستن برای اینکه توی عرصه یعنی چارت سازمانی بالا برن و مدیریت رو تجربه بکنن. عوامل مختلفی مثل فقدان شبکه ارتباطات، ترس از کارهای غیر زنانه، اعتماد به نفس پایین، کمبود امکانات آموزشی، تبعیض جنسی و عوامل زیادی بودن که توی این مفهوم سقف شیشه‌ای مفهوم سازی شده. توی مفهوم سقف شیشه‌ای به عنوان این عوامل رو ذکر کردن توش. تحقیقات زیادی هم توی ایران و هم توی دنیا در مورد این موانع انجام شده. یه تحقیقی که حالا به نظر من خیلی 4 تا مقوله، خیلی تحقیق توی آمریکا انجام شده، به نظر من تحقیق خوبی اومد. 4 تا مورد نام برده بود به عنوان موانع مهمی که حالا توی سقف شیشه‌ای وجود دارن. یکی اینکه زنها مجبورن مدام خودشون رو اثبات بکنن، زنها از باندبازی دورند و زنها به خاطر اینکه مادر میشن یه بخشی از فراتر رفتن توی چارت سازمانی رو از دست میدن و یکی دیگه اینکه زنها معمولا رقیب زنهای دیگه میشن و از اون پیمان خواهری که ممکنه اونها رو توی حمایت بکنه در مقابل اون حمایت مردانه محروم میشن. توی ایران تحقیقات زیادی انجام شده که حالا من چند تاشو 2 تاشو اینجا گذاشتم. عمدتاً 3 تا عامل شناسایی شده توی این سقف شیشه‌ای. یکی عوامل فردی، عوامل سازمانی و عوامل فرهنگی اجتماعی که این مجموعه این عوامل، یعنی در واقع توی این تحقیقات بیشتر روی این تاکید شده که ترکیبی از این 3 تا عامل باعث میشه که زنها یا وارد چارت سازمانی، یعنی یا اصلا در سمت خودشون باقی بمونن و یا اینکه اصلا از اون سمت هم برکنار بشن، یعنی حتی اون سمت سازمانی خودشون رو از دست بدن. یه چیز دیگه که حالا توی این تحقیقات خیلی مورد توجه بوده توی عوامل فرهنگی و اجتماعی، نقش تعارض نقش بوده که عمدتاً حالا در مورد اشتغال زنان به طور کلی و به طور خاص توی مدیریت زنانه که زنها چطور نمیتونن منیج کنن یا به سختی میتونن منیج کنن بین نقش مدیریتیشون و نقش مادری و نقش همسری و نقش‌های دیگه‌ای که بر عهده دارن. اما حالا برای من سوال من این بود، حالا این عوامل فرهنگی و عوامل اجتماعی اینها وجود دارن. سوال من بیشتر از این جهت بود که از این جنبه بود که این موانع چه جوری عمل میکنن، در واقع چه سازوکاری این موانع دارن. من عنوانش رو استراتژی ها گذاشتم، یعنی استراتژی هایی که در مقابل زنان مدیر عمل میکنن که شرایط رو براشون سخت میکنه یا اینکه باعث میشه اونا توی ارتقا پیدا نکنن یا کارشون رو ترک بکنن چی است. روی استراتژی تاکید میکنم به عنوان مجموعه عواملی که تو فضای کار وجود دارن. من به عوامل خانوادگی یا به عوامل فردی توی این تحقیق کاری ندارم. من برای این کار یعنی کار من کار تحقیق کیفی بوده، با 15 زن مدیر مصاحبه کردم که خوشبختانه چند تاشون اینجا دیدم که حضور دارن. توی این تاکیدم روی لایه‌های میانی بود. عرض کردم اول خدمتتون تجربه شخصی من بود و من دوست داشتم ببینم که توی لایه‌های میانی چه اتفاقی میفته و خب تعداد زنان آماری که خدمتتون عرض کردم زنان تو لایه‌های میانی مدیریت بیشتر حضور دارن. در واقع توی این توصیف ژرفانگری که سعی کردم با مصاحبه دست بیارم، سعی کردم از اون چالش‌هایی که ما تحت عنوان سقف شیشه‌ای مفهوم سازی میشه در مورد اون استراتژی‌ها، اون عواملی که جلوی روی زن‌ها هستن صحبت بکنم. خب نتایج تحقیق من نشون داد که عمدتاً 3 مدل استراتژی در مقابل زن‌های مدیر دارن عمل میکنن.
من مفهوم سازی کردم. البته این مفهوم سازی از آدم‌هایی که باشون مصاحبه کردم خیلی کمک گرفتم. در واقع این مفاهیم بودن که خودشون به من گفتن لابلای مصاحبه ها. اولیش استراتژی مقابله‌ای. من اسمشو گذاشتم استراتژی مقابله‌ای. در واقع استراتژی مقابلی، منظور من از این استراتژی مجموعه عواملی بودن که ایدهشون ایده حذف زن‌ها از بازار، از موقعیت شغلیشون بود یا بی‌قدرت کردنشون در عمل. یعنی حالا این مکانیزم های مختلفی به کار می‌بردن، حالا توی مقوله ها خواهم گفت، که به طور عینی قصدشون این بود که حذف بشن زن‌ها یا وجود نداشته باشن یا کم قدرت تر بشن. مکانیزم های مقابله، یعنی این استراتژی مقابله یک حجمی از مقاومت رو هم در زن‌ها برمی‌انگیخت که البته موضوع کار من توی این تحقیق نبوده. حالا حالا استراتژی بعدی که به نظرم اومد که توی این مقوله ها، توی این مصاحبه ها تونستم مفهوم سازی بکنم، استراتژی های مراقبتی بود. استراتژی های مراقبتی هم مجموعه ای از استراتژی هایی بودند که مدل برخوردشون در واقع مراقبت بود، اما در نهایت اتفاقی که میافتاد حذف زنها رو به همراه داشت. سومین استراتژی‌های کنترلی بودن. استراتژی‌های کنترلی هم مجموعه از عوامل بودن که زنها رو در محیط کار کنترل می‌کردن، دایره یعنی حوزه عملشون رو محدود می‌کردن و شکل کارشون رو و به طور کلی همه اون چیزهایی که توی فضای کار داشت عمل میکرد، زنها خودشون احساس میکردن که دارن کنترل میشن و یا اینکه واقعا داشتن کنترل میشن. یعنی دو تا مکانیزم عینی و ذهنی داشت اینجا عمل میکرد. توی استراتژی‌های مقابله‌ای من بازم این مقوله هایی که میبینین رو من از توی حرفای مصاحبه کننده هم تونستم در بیارم. عنوان عناوینشون هم بازم تاکید میکنم که عناوین رو هم از توی حرفای خودشون در آوردم. اولین استراتژی که به نظرم، یعنی اولین مقوله‌ای که توی این استراتژی‌ها شناسایی شد، تبعید جنسی بود. تبعید جنسی در واقع اینا یکی از این خانم‌هایی که با من مصاحبه می‌کرد به کار برده بود و گفته بود که من مدام حس می‌کنم که به عنوان یک زن توی اون چارت سازمانی که حضور دارم تبعید شدم، توی اتاق تبعید شدم و امکان این که نه امکان این رو دارم که به سفر برم، نه امکان این دارم که از امکانات شغلی که به واسطه این منصبم دارم استفاده بکنم و تو همون چارت موندم و همونجا هم دارم ادامه میدم. در واقع انگار که تبعید شدم به این اتاق و به این منصب. حالا عنوان تبعید جنسی یه چیزی که خیلی مورد توجهه اینه که بسیاری از مشاغل سنتاً مردانه بودن یا اصلا در عرصه مدیریت حضور زنها شناخته شده نبود یا اصلا امکان برای حضور زنها فراهم نبود. در واقع به این واسطه خیلی از زنها از اینکه وارد این عرصه بشن از پیش محروم شدن. تو خیلی از این مصاحبه ها مثلا مدیرایی که توی شرکت های نفت و گاز داشتن کار میکردن یا مدیرایی که حتی تو حوزه آیتی داشتن کار میکردن، گزارش هایی از این دست داشتن که ما به مأموریت های کاری فرستاده نمیشیم، نه به این خاطر، نه لزوما به این خاطر که مدیرمون امکان اینو یعنی مدیر معتقده که من به لحاظ تخصص مهارت و تخصص کمتری دارم از همکار مردم، نه به خاطر اینکه فقط من زن هستم توی اون فضا، توی اون مسافرتی که میخوام برم و مدیر براش نمیصرفه که یا اون سازمان براش نمیصرفه که برای من امکان خاصی به وجود بیاره. من باید برای من اتاق جداگانه گرفته بشه و من خب نمیتونم و در نتیجه خیلی از سازمان ها این کار رو انجام نمیدن.
تو خیلی از موارد بوده که یعنی توی سازمان هایی که همه مدیران مردن و شما به عنوان یه زن اصلا امکان حضور نداریم. همون مدیری که گفتم تو شرکت نفت و گاز بود میگفت بارها و بارها پیش اومده که من توی جلسه نمیرفتم و سوالاتم و نکته هایی که باید میگفتم و به همکار مردم که هم به لحاظ تخصص و هم به لحاظ چارت سازمانی از من پایین تر بود میدادم و اون باید ارائه میداد. یا یکی از این مسئولای آیتی، یکی از این مدیران آیتی من گفت که مثلا توی خیلی از این سازمان هایی که ما میرفتیم که سیستم آیتیشون رو راه بندازیم و نظامی بودن، وقتی منو میدیدن جا میخوردن که اصلا ما الان با تو به عنوان زن چه بکنیم، یا اصلا امکان نداره. و میگفت بخشنامه های طولانی برای ما اومده که لطفاً زن همراه نداشته باشه، یا ما امکان پذیرفتن زن رو نداریم توی این چارت توی سازمانمون. در واقع خیلی از زنها از سفرهای کاری، از مأموریت‌های کاری حذف میشن و خود اینا امکان تجربه بیشتر از زنها میگیره و خب این خودش یه عاملیه که از فرا رفتن توی اون چارت سازمانی هم حذف میشن. یک مقاومتی اینجا شکل میگیره. خیلی از این زنایی که من باشون مصاحبه کردم میگفتن که ما اتفاقات مختلف توی سفرهای کاری برامون میافتاد، تو سفرهای کاری که خیلی محدود ما امکان داشتیم که بریم، ولی توی این سفرها ما ممکن بود اتفاقای بدی هم برامون بیفته، ولی ما از ترس اینکه مدیرمون فردا نگه که خب دیگه دختری و نمیتونی بری و همینه دیگه شما نیاز به مراقبت داریم، من هیچ وقت اینا رو گزارش نمی‌کردم. حتی مورد خشونت واقع می‌شدم ولی گزارش نمی‌کردم. یا اینکه یه مورد دیگه هم بود در اینکه تأکید بیش از حد سر این که شما اگر دختر مجرد باشید، اگر اتفاقی بر شما بیفته 1000 تا صاحب پیدا می‌کنید. اینو یکی از مصاحبه کننده خیلی میگفت این استدلالی بود که مدام مدیر من به من میگفت تا وقتی من مجرد بودم و وقتی ازدواج کردم میگفت خب این صاحب داره و نمیشه با صاحبش اگر اتفاقی براش بیفته من چطور باید جوابگوی همسرش باشم. البته که خیلی از این موانع، یعنی مواردی هم گزارش شده از این که خیلی از این در واقع مدیرا به دلیل اون کلیشه های ذهنیتی جنسیتی که دارن حمایت لازم رو نمی کنن. در واقع یه وقتایی هست که گزارش دادن از این که تو مصاحبه های من بود از این که شاکی بودن از مدیراشون که میتونست این کار رو انجام بده ولی نکرد و این خیلی برمیگشت با اون کلیشه های ذهنی که خودش داشت. دومین استراتژی که من حالا تحت عنوان خشونت جنسی مطرح کردم یکیش اینجا به جا شده، استفاده از ادبیات جنسیتی تبعیض‌آمیز و فحشای جنسیتیه که اینا در واقع مجموع این خشونت جنسی جوری عمل میکنه که فضا ناامن جلوه بده یا فضا ناامن باشه و در واقع خود زنا عطایش رو به لقایش ببخشند. یعنی این که من توی این حوزه حضور داشته باشم، این فضای ناامن امکان این کار رو به من نمیده. خیلی از یه اتفاق دیگه هم که توی این استفاده از این یعنی خشونت جنسی اتفاق میفته، بی ارزش کردن پست سازمانی بوده که زن در اون حضور داشته و یکی از این زنها به من میگفتش که انگار که مدام به من یادآوری میکردن این پست سازمانی که تو داری هیچ ارزشی نداره چون من مردم و من میتونم مثلا با یه فوشی به تو بدم و تو از این فضا خودتو حذف بکنی. یه خیلی از این زنها توی این صحبتاشون با من در مورد این حرف زدن که من نمیرم توی فلان جلسه نمیرم به خاطر اینکه همه اونا مردن و یا به خاطر من یه سری ملاحظاتی میکنن و یواشکی با هم میخندن یا مثلا یه چیزای تیکه‌هایی میگن که من نمیفهمم و اینقدر آزارم میده که من ترجیح میدم برم. یا خیلی از اینایی که توی و تجربه خود من تو این زمینه خیلی تجربه دارم، اینکه چطور چطور مثلا استفاده از SMS نمیدونم الان که وایبر و تلگرام و اینا هم اضافه شده، چطور حتی
زیردست‌ها هم از این مکانیزم استفاده میکنن که یعنی زیردست‌های یک مدیر زن هم از این استفاده میکنن برای اینکه به تو بگن که اون پست سازمانی تو بی‌ارزشه و من میتونم جوری عمل بکنم که تو احساس تو آسیب ببینی. و خب خیلی از اینا باعث میشه که زن‌ها یا اصلا وارد این عرصه نشن یا چیز از این عرصه خودشون رو کنار بکشن، یا اینکه یکی از این خانم‌ها به من میگفت من همیشه سوالم اینه این همه خشونتی که میبینم چقدر ارزششو داره که من همینجور مقاومت کنم و خب که چی؟ یعنی این همه من اذیت شدم برای اینکه خب چی به دست بیارم. توی این خشونت جنسی، نگاه جنسی یا نگاه برانداز جنسی که به شدت گزارش شده سر این که شما وقتی که میریم توی جلسه‌ای که همه مردن، تو مدام داری به خودت میگی که من آیا لباس بدی پوشیدم؟ چرا دارن به موهای من نگاه میکنن؟ یا اینکه اولین چیزی که مورد سنجش انگار قرار میگیره بادی لنگویج شماست، میمیک صورتتونه یا زیباییتونه. یکی از این خانم‌ها به من میگفتش که من بارها در مورد این که وقتی از خودم تعریف شنیدم، اولین چیزی که در مورد من صحبت کردن گفتن این یه زن زیباییه که گفت این برای من مقاومت ایجاد میکرد و من همیشه فکر میکردم خب کاش که من این ویژگی رو نداشتم، یا اگر کاش که اصلا این ویژگی بولد نبود. من همیشه فکر میکنم اصلا آدم متخصصی نیستم، یا اینکه تخصصم انقدر اهمیتی نداره، یا اینکه مدیرم مدیر عامل منو به عنوان مدیر میانی توی جلساتی میفرستاد و میدونستم که داره از این ابزار استفاده میکنه. در واقع من هر باری که میرفتم جلسه و برمیگشتم اون بار نگاه جنسی، اون خشونت جنسی که تو اون فضا به من وارد میشد انقدر زیاد بود که من بعدش تا چند روز حالم بد بود، ولی راه فراری نبود. من مجبور بودم، مدیر منو به جای خودش میفرستاد و من میدونستم که داره از این مکانیزم استفاده میکنه. یه چیز دیگه، یه مثال دیگه که خیلی باز یعنی توی این سلسله مراتب در مورد مزاحمت جنسی گزارش شده بود، مزاحمت جنسی از طرف مدیر عامل یا مدیر بالاسره، که اینکه تو مدام باید خودتو به عنوان یه آدم، یه زنی که داره توی این سطح داره، حالا مدیرم هست، مدام باید حریم خصوصی تو، حریم شخصی تو و اینکه تا کجا آدم ها میتونن وارد بشن، مدام باید به همه گوشزد کنی، نه به مدیر بالاسریت باید گوشزد کنی، به کارمندات باید گوشزد کنی، مدام ممکنه در معرض این اتهام قرار بگیری. اگر یکم راحت باشی مدام در معرض انواع اتهامات قرار بگیری که حالا من اونو توی بخش دیگه میگم. و یکی از اینا به من میگفت که من گاهی اوقات انگار که لباس رزم پوشیدم سر کار و انقدر خستم که وقتی برمیگردم، وقتی لباسمو در میارم حس میکنم که از یک جنگ سهمگینی دارم برمیگردم و خستم، انگار که تیر خوردم از بس که مورد این خشونت قرار گرفتم. بعدیش مقوله دیگه‌ای که تو این استراتژی مقابلی هست عدم رسمیت سمت سازمانی هست. در واقع فکر می‌کنم اینها رو شنیدین، یعنی خیلی در مورد این حرف هست که مدیریت زنانه چه فرقی با مدیریت مردانه داره، زنها چقدر این ویژگی‌های مادرانه یا اون ویژگی‌های مراقبتی که حالا کلیشه‌ای یا غیر کلیشه‌ای به زنها بار شده، یا مسئولیت خانواده و مسئولیتی که به لحاظ تاریخی داشتن، چقدر اینها رو به همراه میبرند، به محیط کارشون میبرند و چقدر توی مدیریتشون این رو اعمال میکنن. تو خیلی از این آدم هایی که من باهاشون مصاحبه کردم به من میگفتن که من فکر میکنم که این ویژگی مادرانگی که من دارم، یا این ویژگی حمایتگرانه بیشتری که من دارم، یا این پیشفرضی که من فکر میکنم نباید من به آدما دستور بدم یا کمتر باید دستور بدم، یا اینکه حواسم به همه باشه، باعث میشه که من سمت سازمانی منو به رسمیت نشناسن. و
از طرفی حالا منو به رسمیت نمیشناسن، از طرفی یه کاری میکنن که مدام به من میگن که تو آدم مهمی نیستی یا اصلا سمت سازمانی که تو داری مهم نیست. این یه چیزی داره. من با آدم‌های یعنی قبلش باید یه چیزی رو توضیح بدم، این که من با مدیران سطح میانی صحبت کردم، یعنی آدم‌هایی که من باشون مصاحبه کردم مدیران سطح میانی بودن و این رو با از خیلی از این زن‌ها شنیدم، شاید از همه اون 15 نفر یا شاید از 13 نفرشون، یعنی اینقدر زیاد بوده این فراوانیش، که من مدیر نبودم. یعنی هیچ وقت از توی این موارد فکر نمی کردم مدیرم. در واقع شاید من مجری، بیشتر از این که مدیریت بکنم مجری بودم. در واقع حضور من انگار نمایشی بود. من مجری بودم به خاطر اینکه حتی آدم‌های زیر دستم این رو به رسمیت نمیشناختن، این که من حالا مدیرم هستم، چون مدیرم منو به رسمیت نمیشناخت. چیزای مختلفی، یعنی کارهای مختلفی این حس رو به زنا میداد، یا این که در مورد این خیلی حرف زدن. یکی این که خیلی گزارش شده، این که آدم‌ها معمولاً از عنوان مدیر یا از عنوان دکتر و مهندس کمتر استفاده میکنن، به خصوص مهندس کمتر استفاده میکنن برای خانم. اگر هم استفاده کنن جنبه مسخره و تمسخر پیدا میکنه، خیلی کمتر استفاده میکنن، به خصوص در طرف زیر دستا کمتر به وجود میاد، یعنی استفاده میشه. اونهایی که تو واحدهای صنعتی استفاده، یعنی واحدهای صنعتی بودند و من باشون مصاحبه کردم، اینو بیشتر گزارش میکردن. من خودم یه موردی داشتم از این که وقتی مسئول آیتیمون فهمید که زیر مجموعه من محسوب میشه، فکر میکنم بیش از 2 ماه تلاش کرد از این که من مدیرش نباشم و تو این 2 ماه تمام انواع راهکار از این که مرخصی نمیگرفت از من، برنامه کاریشو با من چک نمیکرد و من مدام میومدم و میدیدم که حضور نداره و انواع این چیزا، سر این که تو آدم مهم نیستی یا انقدر مهم نیستی که من بخوام از تو اجازه‌ای بگیرم یا اصلا انقدر اهمیتی نداری. در واقع این عدم رسمیت سمت سازمانی خودش حذف شدگی رو در خودش داره. در واقع این سمت سازمانی از قبل حذف شده، اصلا رسمیت نداره. یک چیز دیگه ای که باز در مورد این توی این استراتژی مقابله‌ای من یعنی زیاد گزارش شده، لابیگری و روابط غیررسمی در محیط کاره. عمدتاً یک شبکه، یعنی قطعاً شما هم تجربه شده داشتین، یک شبکه غیررسمی تو محیط کار عمل میکنه که این تجربه که از شبکه رسمی قابل تمایزه. زن‌ها معمولاً به این شبکه‌های غیررسمی کمتر دسترسی دارن. یه دلیلش اینه که زن‌ها عمدتاً سرمایه‌های اجتماعی کمتری دارن. جریان اطلاعات توی شبکه غیررسمی، جریان اطلاعات نرسمی، جریان اطلاعاتی که غیررسمی توی ساختار سازمانی توی ایران به شدت باعث قدرتمند شدن میشه، قدرتمند شدن آدم‌ها میشه، توی شبکه روابط غیررسمی خیلی رد و بدل میشه. زن‌ها کمتر دسترسی دارن به خاطر اینکه شاید یه دلیلش اینه که زن‌ها کمتر به لحاظ تعدادی کمترن و یا اینکه اون شبکه روابط زن‌ها رو به خودش راه نمیده. یه دلیل مهمش توی ایران، البته این تو دنیا خیلی چیز شناخته شده، تو تحقیق اولی هم که من خدمتتون گفتم این به این تاکید شده بود، تو ایران به دلیلی که تفکیک جنسیتی مسئله مهمیه، به خاطر اینکه فضاهای تفکیک شده زیادتره. توی این مصاحبات خیلی گزارش شده از اینکه ما با مدیرای مرد همسطح خودمون تو سالن، تو وقت ناهار مثلا وقتی یه همایشی بود یا یه کاری، ما با هم نبودیم تو سالن، نمیدونم تو هواپیما اگه میرفتیم سفر ما با هم نبودیم. اونها با هم حرف میزدن، تصمیم میگرفتن و نتیجه تصمیم در واقع من اصلا قدرت چانه زنی نداشتم در اینکه تغییری در روند تصمیم گیری به وجود بیاد. ما
تصمیم گرفته میشد توی یک جلسه نمایشی که ما هم حضور داشتیم، دوباره اون تصمیم انگار که توافق قبلا انجام شده بود و ما فقط اومده بودیم اونجا که امضا بکنیم. من یه خاطری رو از خانم دکتر عزازی، یعنی مدام اینو به من یادم میومد، اون گفتش که همیشه همکارای مردم میدونستن که کی رئیس قرار عوض شه، کی رئیس دانشگاه قرار عوض شه و ما همیشه بعد از اینکه همه اتفاقات افتاده بود و مدیر میخواست تودی بشه، ما تازه اون موقع میفهمیدیم که مدیر جدید کی هست و اون مردا خیلی قدرتی رو داشتن که کدوم آدم بره مدیر بشه، ولی ما هیچ قدرتی نداشتیم. زنها هم شبکه خودشون رو قطعا دارن تو محیط کار، اما شبکه کاری که زنها با هم برقرار میکنن، اول اینکه تو سطح مدیریتی خب خیلی کمتر حضور دارن و خیلی جریان اطلاعات محیط کار توش وجود نداره. یعنی در واقع ممکنه یک جنبه ای از حمایتی، یعنی جنبه حمایتگرانه داشته باشه برای خود زنها، ولی توی ساختار قدرت به کار زنها نمیاد. یه چیزایی، یعنی یه موارد زیادی توی این لابیگری گزارش شده توی این ماجرا. یه چیز این که دازم به دلیل این فضای تفکیک شده جنسیتی، اگر شما میخواین خارج از این، یعنی شما به عنوان مدیر بخواین خارج از این عمل بکنین، انگ‌های زیادی میخورین که حالا من توی اون استراتژی کنترلی میگم انگای زیادی میخورین، انواع انگایی از این که ممکنه شما رابطه خاصی دارین با مدیر عاملتون، یا اینکه اصلا انگ یا برچسب مثلا زن بد میخورید که حالا میگم این رو توی موارد حالا جلوتر میگم. استراتژی بعدی که من توی شناسایی شده استراتژی کنترلیه. توی استراتژی‌های کنترلی در واقع عرض کردم خدمتتون، استراتژی‌هایی که دامنه عمل زنان رو محدود می‌کنن، برچسب زنی یکی از مهمترین این مکانیزم‌ها بوده. خیلی پیش اومده، یعنی توی این آدم‌هایی که من باهاشون مصاحبه کردم، یک شخص قدرتمند، یعنی زنها به واسطه یک مرد حامی یا یک آدم قدرتمند توی سازمان امکان بیشتری دارن برای اینکه به عرصه مدیریت دست پیدا کنن و خود این خیلی توی این برچسب زنی ممکنه برعکس عمل بکنه، یعنی به ضرر از زنها عمل بکنه. یک اتهام یک برچسب خیلی مهم، اتهام رابطه نامشروع با مدیر بالاسریه. این از قبل، یعنی این اولین چیزیه که ممکنه این طی این گزارش‌ها این اولین چیزی بوده که زن‌ها میگفتن که ما همیشه در معرض این اتهام هستیم، حتی اگر شوهر داشته باشیم، حتی اگر مدیرمون زن داشته باشه یا شوهر داشته باشه، در هر صورتی ما شوهر که میتونه ولی ما مدام در معرض این اتهام هستیم و مدام باید خودتو کنترل بکنی از اینکه از یک حدی فراتر نره رابطت با مدیرت، یا اینکه توی کلام توی جلسات نگاه خاصی نکنی به مدیر که به اتهام بعدی که یه رابطه‌ای حتما بینتون هست. و یکی از این خانم‌ها برام میگفت که از قبل ثابت شده است مدیری که 2 سال میمونه توی یه منصبی حتما یه رابطه‌ای با مدیر عامل داره، نمیتونه بدون این باشه. یعنی اینقدر میگفت این ثابت شده است که تو وقتی وارد اون سمته میشی، اول باید ثابت کنی که من با مدیرم هیچ رابطه‌ای ندارم، اصلا هم این ماجرا نه سمپذیره و نه اینکه شما در چه سنی هستین و مدیر در چه سنی هست. دومین برچسبی که ممکنه، یعنی دوگانه هایی که ساخته میشه، زن خوب، زن بد، زن ضعیف، زن قوی. برچسب زن ضعیف، زن قوی به نسبت بیشتر عمل میکرد. یه تناقضی وجود داشت که اینو بازم خیلی از زنها گفتن، اینکه ما اگر آدم جدی باشیم سر کار، مدام این برچسبایی میخوریم مثل مادر فولادزره، مثل خانم رئیس، مثل هزاران از این لیبل هایی که از شما انتظار دارن به عنوان زن اون آدم جدی که امر و نهی میکنه نباشین. غیر از اون موانعی که حالا میگم درونی، ممکنه شما خودتون مثلا جلوی نرین سمت این که آدمی باشین که حالا امر و نهی کنین یا آدم جدی باشین.
اما انقدر این انگ قویه که ممکنه که شما مدام دچار این، یعنی مدام خودتون قضاوت میکنید سر اینکه آیا من اون زن قوی هستم یا اون زن ضعیف. یه چیز دیگه ای که باز توی اون زن ضعیف خیلی یعنی گزارش شده که اگر شما فشار زیادی رو متحمل بشین، یکی از این خانم‌ها به من میگفتش که من تمام تلاشمو میکنم که تو دستشویی گریه کنم قبل از اینکه وارد یه جمع میشم که میدونم که ممکنه اتفاق بدی، یعنی یک جلسه خیلی چالنجی داشته باشه. من حتی توی اون ساعتی هم که اونجا دارم، ساعت جلسه دارم، حتی همکارام منو مسخره میکنن. یه وقتایی که فکر میکنم دیگه نمیتونم تحمل کنم، میرم دستشویی و گریه میکنم. این که من نمیتونم هیچ وقت نمیتونم آدمی راحتی باشم توی کار و مدام باید فکر کنم که اگر من گریه کنم حتما میرم به من میگن که مدیر ضعیفی هستی، دیگه حرف منو نمیخونم. و اگر گریه نکنم و آدم جدی باشم، من بازم تو اون قالب مادر فولادزره‌ای که هیچ کاری نمیشه باهاش انجام داد میرم. یه برچسب دیگه زن خوب زن بده که اون در مورد اون لیبلایی که گفتم رابطه نامشروع با، حالا این هم خیلی لیبل خیلی تکرار شونده ایه. خب خیلی این زنای مدیر برام گفتن که این کلیشه زن خوب، هر چقدر ما باهاش بازی کنیم و بگیم که این کلیشه اشتباهیه، مدام ما خودمون رو با اون قضاوت میکنیم و فکر میکنیم که خب آیا بر اساس اون ساختاری کلیشه‌ای که از من شد، یعنی اون ساختاری که من تحت عنوان زن خوب شد، من مادر خوبی هستم، همسر خوبی هستم، همکار خوبی هستم، من به اندازه کافی مهربون هستم. اصلا این ایده که آیا من به اندازه کافی خوب هستم، یه قضاوتیه که شما مدام اعمالتون رو توی محیط کار کنترل میکنه. یه چیز دیگه ای که باز این تو اون زن خوب زن بد میگنجه اینه که شما به خصوص اونایی که تو واحدهای صنعتی کار میکنن، ادبیاتی که شما به عنوان یه مدیر مجبورین با کارفرماهای دیگه صحبت بکنین، یه چیزی که شما نمیتونین به اندازه، نمیتونین با زبون اونها صحبت بکنین. یعنی یکی از اینا میگفتش که من همیشه فکر میکنم که خب اگه من میتونم لاتی حرف بزنم، ولی اگه لاتی حرف بزنم چی میگن در موردم؟ خب بعد من همیشه سعی میکنم برای اینکه یعنی اصلا وارد بازی با این آدم ها نشم، یا اصلا سعی میکنم این جلسه ها که با اون کارفرماها رو من نرم. خب خیلی از امکاناتی که من اصلا نمیتونم پروژه بگیرم، بخاطر اینکه اون ادبیات من نیست. اگر من استفاده بکنم که خب هزاران لیبل هست در انتظار من که منتظرم من برسم و به من داده بشن. یه برچسب دیگه هم که خب در مورد دخترای زنانی که مجرد هستند و یا مطلقن، اونم برچسب دنبال شوهر گشتن. اینکه شما هر موفقیتی داشته باشید بازم به شوهر نیاز دارید و مدام انگار همه این فعالیتاتون در راستای اینکه شوهر پیدا کنین تلقی میشه. خب استراتژی بعدی که شناسایی شد، ببخشید من فکر کنم از وقتم فراتر رفتم، استراتژی مراقبتیه. استراتژی مراقبتی عمدتاً دو نوع عمل میکنن. یه دسته از استراتژی، یعنی یه دسته از این استراتژی که حمایتگرایانه هستن، اون نگاه غیر تبعیض‌آمیزی که ممکنه خیلی از مدیرای مرد داشته باشن، یا اصلا نگاه حمایتی نسبت به زنای مدیر که باعث میشه که اونا، یا در نظر گرفتن شرایطشون که باعث میشه اونا قدرتمندتر بشن تو فضای کار، که این موضوع من نبود تو این کار، ولی گزارش شده بود از طرف آدمایی که من باشون حرف زده بودم. ولی چیزی که من اینجا یعنی شناسایی کردم توی این یا مقوله بندی شد، من عنوانش گذاشتم مراقبت کنترلی. مراقبت کنترلی در واقع حمایت بیش از اندازه مدیرای سازمان از زنان بوده و این پیامو به زنان میداد که شما به اندازه کافی شایستگی ندارین برای اینکه بتونین این کار رو تنها انجام بدین. در واقع یعنی اینکه از پیش این تعیین شده بود که شما توی این پسته که احتمالاً برای شما خطرناکه، یا اینکه ممکنه شما رو دچار چالش‌هایی بکنه که برای شما خوب نیست به عنوان یک زن باهاش مواجه بشین. با این عناوین حمایتگرانه که خانم فلانی شما مثل
خواهر من هستی. اگر خواهر من بودم نمیذاشتم که تو اینجا بره. یکی از اینا میگفت، یکی از این خانم‌ها میگفتش که من همیشه فکر می‌کردم که آیا تو اون کارخونه قراره این مردم منو بخورن. خب نمیخوردن منو. ممکن بود اگه منو با یه کارمند مرد میفرستاد هیچ اتفاقی هم بر من نمیافتاد، ولی فکر میکرد که پیشفرض ذهنی اون این بود که داره از من حمایت میکنه، ولی در واقع از من حمایت نمیکرد. در واقع با این مراقبته انگار منو کنترل میکرد که من اصلا وارد به امکانات شغلی بیشتری دست پیدا نکنم یا فرصت‌های دیگه شغلی که ممکنه فراتر از اون سازمان بوده یا با سازمان‌های دیگه در ارتباط بودن و ممکن بود بر من فراهم بشه رو به دست نیارم. البته اینم خیلی هاشون به اون کلیشه‌های ذهنی مدیرا برمیگشت که خیلی از این مدیرا ریسک این که این کار رو انجام، یعنی زن‌ها رو به عنوان حالا نماینده خودشون وارد به یه سازمانی معرفی کنن یا اصلا تو اون پست مخاطره آمیز یا ریسکی اون زن رو بپذیرن و بگن که یعنی این عنوان رو بهش بدن، نمی‌کردن این کار رو. اما میگم این پیام به زنها داده میشد که شما به اندازه کافی خوب نیستید یا اصلا نمیتونین این کار رو انجام بدین و در نهایت نتیجه‌ای که برای اینا داشت این بود که خب اونا فکر میکردن که خب واقعا نمیتونن این کار رو انجام بدن یا اصلا اینکه خیلی از اینا اصلا وارد این بازی قدرت نشدن و همون ماجرایی که میگم توی اون در بهترین حالت توی اون منصبی که براشون حالا منصب باقی میموندن. خب در واقع حالا من کار تحقیقی یعنی در واقع این سه مدل استراتژی که گفتم توی این مصاحبه هایی که من کردم با خانمای 15 تا خانم مدیری که تو لایه های میانی بودن این استراتژی ها شناسایی شد. من داشتم فکر می‌کردم که این تحقیق به چه دردی میخوره یا تحقیقاتی از این جنس به چه دردی میخوره. اگر اینجا خانم ملاوردی حضور داشتن یا یک کسی کسی که نماینده دولت یا کسی که یه ارتباطی با دولت داشت، خب من دلم میخواست اینجا چون توی دولت تدبیر و امید خیلی در مورد مدیریت زنان حرف شده و اصلا در مورد وزیر زن هم حرف شده. راستش امکان پذیر نیست بدون توجه به این کیفیتی که به این فشاری که من الان در موردش یه میزان کمی در موردش حرف زدم، ما در مورد کمیت حضور زنان حرف بزنیم. یعنی کمیت حضور زنان چیزی که حالا ما توی احتمالاً ممکنه دغدغه مدیران کشوری باشه. واقعیت اینه که ما باید با این استراتژی ها جوری برخورد بکنیم. یک کارهایی باید انجام بشه، یه چیزایی که تو دنیا عنوانش رو میذارن تبعیض مثبت که خب البته که اونم کم با این ایده است که زنها باید تجربه مدیریتی پیدا بکنن و حضور تعدادیشون زیاد بشه. من فکر می‌کنم علاوه بر این سهمیه ها، یعنی حالا سهمیه‌ای که نداشته‌ای که البته ما توی این آزمون استخدامی اخیر دیدیم و یا سهمیه‌های نداشته‌ای که توی ایران کمتر به زنها داده میشه، غیر از اینا ما نیاز داریم که روی این ایده که مدیرای زن چطور باید عمل بکنن، در واقع روی خود مدیرای زن و روی این استراتژی ها بیشتر کار بکنیم. یکیش به نظر من میرسه برای مدیرای زن باید یه سری کلاس های ویژه‌ای گذاشته بشه در زمینه مهارت های شخصی. برای آدم‌ها برای تلطیف این فضای تبعیض‌آمیز جنسیتی باید یه سری تدابیری اندیشیده بشه یا یه سری برنامه‌ریزی هایی بشه. یعنی ما مدام نمیتونیم یعنی فقط بگیم که ما تعداد زن‌ها باید زیاد بشه و یا سهمیه بدیم به زن‌ها و این فشار مضاعف رو به زن‌ها وارد بکنیم و براشون دست بزنیم. یعنی بدون توجه به اینها واقعا به نظرم بازم بار اصلی رو به دوش زن‌ها انداختیم که با این استراتژی ها احتمالاً و بیشترشون مواجه میشن. خب زنای مدیر در حاشیه‌ان، حتی توی چارت‌های سازمانی. الان شما حتی توی هیئت دولت هم اینطوری هستی که ما 2 تا وزیر زن، یعنی 2 تا آدم داریم، 3 نفر داریم توی هیئت دولت که فکر کنم هیچ کدومشون حق رأی ندارن. بخاطر اینکه یعنی معاون نه محیط زیست و نه معاون امور زنان هیچ کدومشون حق رأی ندارن توی هیئت دولت.
خب برای این کار باید اقدام جدی اندیشیده بشه. تو دنیا هم این کار کردن، یعنی تجربه های جهانی هم نشون میده که بدون اگر نداریم ایده ای که زن‌ها باید مدیر بشن یا این که زن‌ها باید وارد عرصه مدیریت بشن که خب حرفی نیست، ما هم حرفی نداریم، ولی اگر قرار باشه ایدهمون اینه که باید تعداد مدیرای زن از اضافه بشن، به نظرم باید به اینا توجه کرد. یعنی حالا پیشنهاد من به کسایی که تو حوزه علوم اجتماعی هستن اینه که تحقیق من، البته که تحقیقاتی از اینجا انجام شده، زیادم انجام شده، منتها فکر میکنم که این مدل کاری که من کردم توی حوزه عمومی که اتفاقا زنها تو سلسله مراتبش آمارا نشون میده که بیشترن، این استراتژی تو اونجا بیشتر عمل میکنه. من عرصه خصوصی، یعنی مدیرایی که من باشون مصاحبه کردم هم مدیرای شرکت خصوصی بودن و هم مدیرایی که تو سازمان‌های دولتی بودن و اونایی که تو سازمان‌های دولتی بودن تبعیض بیشتری بهشون، یعنی تبعیض بیشتری احساس می‌کردن و این استراتژی‌ها بیشتر براشون عمل می‌کرد و خب نیازمند شناسایی بیشتره. یعنی این موضوع به نظر من هنوز جا داره که ما در مورد این موضوع کار بیشتری بکنیم و در واقع دانش تولید بکنیم در این حوزه. اما برای ما چی میتونه، چه نتیجه‌ای میتونه داشته باشه؟ من فکر کردم شاید کمترین اتفاقی که میتونه بیفته گسترش آگاهیه، یک بازدیدی روی یا یه ریویوی روی ایده هایی که ما داریم در مورد مدیرای زن یا توقعاتی که ما داریم از مدیرای زن که موفق باشن و پرچمدار ما باشن، یا اینکه پیش‌فرض‌های ذهنی که ما خودمون داریم در مورد مدیرای زن و مدام هم داره بازتولید میشه توی جوکا، توی همه روایت‌های رسمی و غیر رسمی. و البته اگر مدیر زنی اینجا، البته خانم دکتر هستن، من ارادت دارم خدمتشون، یک چیزی هست فاطمه مرنیسی میگه نوشتن از جراحی پلاستیک مهمتره. من به نظرم برای مدیرای زن از همه چیز این اهمیت بیشتری داره. ما تجربه مدیریت زنانه توی ایران، تجربه نوشته شده‌ای که خاطرات اونها نوشته شده باشه یا تجربه زیستشون روایت شده باشه که چطور اینها تونستن چطور مدیریتی انجام دادن یا چطور با این استراتژی ها مواجه شدن کمتر داریم. من به نظرم میرسه که مدیرای زن این رسالت رو باید داشته باشن، یعنی برای خودشون احساس کنند که بنویسن در مورد این تجربه ها و در اختیار آدم های دیگه قرار بدن، در اختیار مدیران دیگه قرار بدن و خود این تولید دانش یا این اشتراک گذاشتن تجربه زیسته به نظرم میرسه در خوشبینانه ترین حالت البته باعث میشه کمی این فضای تبعیض‌آمیز تلطیف بشه. خیلی ممنونم.